12 سال پیش تو ایرانگر یک من به زراباد سفر کردم. جایی که مثل زراباد حدود 4-5 تا نقطه در جهان وجود داره به نام سواحل زیبای درک. 5-6 نقطه توی جهان این شکلی وجود داره که این تپه ماسه‌ای ها چسبیده به دریا. یکیش تو شیلیه، یکیش تو نامیبیاه، یکیش فکر کنم تو عربستانه، یکیش هم تو ایران خودمونه. خیلی زیباست. من الان دارم میبینم تصاویرش. من اونجا رفتم فیلم ساختم توی های سیزن، حتی یه گردشگرم نبود و گفتم فیلمش موجوده، شما برید توی گوگل جستجو بکنید، بزنید قسمت باهوکرات ایرانگرد. من رفتم بالای زراباد وایسادم، گفتم مثل اینجا فقط توی دنیا 4-5 نقطه وجود داره ها. حتی یه آلاچیق نباید ساخته بشه ها، هیچ سازه‌ای نباید اینجا وجود بده، فقط باید مجوز پیاده‌روی داده بشه اینجا، چون اینجا چشم اندازش بی‌نظیره. امروز که داریم با شما صحبت میکنیم فرماندار اونجا 8 کیلومتر جاده وسط سایت بی‌نظیر طبیعی سواحل درک کشیده، فقط برای اینکه دسترسی راحت پیدا بکنن گردشگرا برای اونجا. چرا این خیانت باید انجام بشه؟ البته که مردم محلی اونجا چیز دیگه من میگفتن که نه این جاده کشته شده که تعاملی داشته باشن با قاچاقچیان سوخت که راحت بتونن اینجا قاچاق جابجا بکنن. ما بگیم اصلا ایشالله که اون اشتباه باشه. وسط مسیر پیاده روی جاده کشیده، وسط یک سایت گردشگری. بعد اونجا لونه هزار خرچنگ‌های بزرگ دریای عمان بوده، اونا کلا نابود شد. پوشش 12 سال پیش تو ایرانگر یک من به زراباد سفر کردم. جایی که مثل زراباد حدود 4-5 تا نقطه در جهان وجود داره به نام سواحل زیبای درک. 5-6 نقطه توی جهان این شکلی وجود داره که این تپه ماسه‌ای ها چسبیده به دریا. یکیش تو شیلیه، یکیش تو نامیبیاه، یکیش فکر کنم تو عربستانه، یکیش هم تو ایران خودمونه. خیلی زیباست. من الان دارم میبینم تصاویرش. من اونجا رفتم فیلم ساختم توی های سیزن، حتی یه گردشگرم نبود و گفتم فیلمش موجوده، شما برید توی گوگل جستجو بکنید، بزنید قسمت باهوکرات ایرانگرد. من رفتم بالای زراباد وایسادم، گفتم مثل اینجا فقط توی دنیا 4-5 نقطه وجود داره ها. حتی یه آلاچیق نباید ساخته بشه ها، هیچ سازه‌ای نباید اینجا وجود بده، فقط باید مجوز پیاده‌روی داده بشه اینجا، چون اینجا چشم اندازش بی‌نظیره. امروز که داریم با شما صحبت میکنیم فرماندار اونجا 8 کیلومتر جاده وسط سایت بی‌نظیر طبیعی سواحل درک کشیده، فقط برای اینکه دسترسی راحت پیدا بکنن گردشگرا برای اونجا. چرا این خیانت باید انجام بشه؟ البته که مردم محلی اونجا چیز دیگه من میگفتن که نه این جاده کشته شده که تعاملی داشته باشن با قاچاقچیان سوخت که راحت بتونن اینجا قاچاق جابجا بکنن. ما بگیم اصلا ایشالله که اون اشتباه باشه. وسط مسیر پیاده روی جاده کشیده، وسط یک سایت گردشگری. بعد اونجا لونه هزار خرچنگ‌های بزرگ دریای عمان بوده، اونا کلا نابود شد. پوشش